عزیزانی که میخواد صورت صاف و شفافی داشته باشن و لک‌های صورتشون و کک و مک‌های صورتشون از بین ببرن، حتما این پست ما رو لایک کنن، سیو کنن و بفرستن برای کسایی که میخوان صورتی صاف و شفاف داشته باشن. 25 گرم پونه کوهی به همراه مقداری سرکه انگور کهنه شبی 1 مرتبه به مدت 20 دقیقه ماسک کنن روی صورتشون و بعد با آب ولرم بشورید. به همین راحتی و آب خوردن تمام لکای قهوه‌ای و کک و مکای روی صورت رو از بین ببری. یادتون باشه باید بدنتون پاکسازی بشه با استفاده از سرکه انگبین عنابی یا سرکه انگبین نعنایی. این پست ما رو بفرست برای کسایی که روی صورتشون کک و مک و لکای قهوه‌ای داشته باشن.